دوستانی عزیز، ساعت 10:20 بیرون برآمدم. به حد هوا خوشرو، برف هم آب شده. نه طرف مکتب کودکو خمیر داشتم، خانه دراز کردم خمیر ما. بی حنیفه خوش گشتگی بود، گفتم خیلی تا خو رفتن شک کم تر بیرون برارم شک. روزا نیت کرده بودم امروز کارم تست کردم بعد نماز بامداد. همه ششیدم، فقط نامتزیمان نصیب بی حنیفه را کم تر رگو کمی درانم خوش کی برد. بعد خانه میرم نونم تست میپزم. نمیخواد دوستانی عزیز، دخترم گفته بود که معلم شما را سراغ دارم. چند قشید بعد همین سالی نو بگم و خرنا ایسو دیگه یک بار مکتب نامدیم که ای حالی خواندن کودکا با خبر شویم. خیر تو اجاره اومدم، اگر که بی حنیفه خوره و یک بار میدرم مکتب. رسپاکوفکای بی حنیفه دخترا یک لین بار کس کرده بود. ندرانی همی بارا بگیم من یک صابونچه زکس کرده بودم بی حنیفه ده. همه را گفتم یک کشاده بینم که همش هسته، بینه چی که خریسته من کروب کده همش خشو کرده میندازم. ای باشه یک تا برآورده پرتافتسته. کسانی که بار زکس کردن میخواین یا که کار کردن میخواین نویسین در نامه من، همش میفهمانم. یگان جای قینیش نیسته دخترها. نگوین که بیزار کرده نایفه بیلیکتون. این با فایده هر یک شما. دایج باشه دخترها، یا نماد بیسکویت تیار میکنم همراه شما. 5 دانه تخم در کره سفیدش ای زردش جدا کردم من. بعد 8 قاشق شکر در کره سفیدش کم تا لد میزنیم خیلی کف کرد. بعد کم کم شکر انداختن میگیریم. همین شکر ده همین سفیدش میندازیم. زردش مثال هسته رپسپوی که زردش عدین لد میزنن، من زردش میخیل ده سفیدی انداخته لد میزنم. برای همین شکر میندازیم. با قاشق چین کنین 8 قاشق شکر. اینو میخیل با در روی اکران نویستم که دخترها در آسان شوه فهمه شوه. مثال بسیاری با میپرسن که چند قند انداختین چی بود گفته. برای همین میخیل عادی کرده میفهمونم تو نه دخترها. چیزی که خواهش باشه برای پختپز نویسین، حتما ما تیار میکنیم. این هم خیلی سفیدی را لد میزنیم. چخیلی که دیدین شکر کم کم انداختم همشه. این هم خیلی سفیدی غوص خشروش نیسته. دخترها خیلی ویدیوی ما هم 3 روز پس یا 4 روز پس میبروید. مثال وضعیت های یوتیوب خیلی بسیار پدپیچکا شنیدن فهمیدن. خیلی ضربه بگیم در دلی بلاگرها شید. خیلی انشالله که خداوند تینجی باشه با بر شما. 2 روز پس 3 روز پس هم خیلی ویدیو پیشنهاد میکنیم. دعا میکنیم که خداوند تینجی امانی راتیه. چخیلی که دیده این دخترها اینا بینین چخیلی سفیدی خشرو شید و با زردی را یک تا من انداخته لذت استن. 5 زردی تخم. به حد بیسکویتی ملایمه که عجایب می آمده حتما تیار کنین. زردی تخمه که خشرو انداخته این دخترها 3 قاشق کلان. بعد اصل میندازیم. خیلی با در اینجا نشان میتیم. خیلی که در روی اکران دیدین 5 قاشق کلان روغن، 3 قاشق کلان اصل. بعد من بعدی روغن و اصل انداختم با قاشق را جای کردم. شما میتونید که با میکسر لد زنین. سفیدی تخم با زردش انا مخشید بینین. در اینجا 5 قاشق روغن انداختم و 3 قاشق اصل، 1 قاشقچه رزرختیل نداشته باشین. 1 قاشقچه سودا را با اکسوس یا با آب لیمون. وقتی که روغن و اصل و رزرختیل انداختیم دخترها میتونه که با میکسر خشرو کرده لد زنین. من با قاشق کوفته یک جای کردم.
بگیم اصل سختی بر نبود برای همین قاشقکی خیلی یک جا کردم. فرق نداره اصل سخته ملایمه میشه که با میکسر خشو کرده لب زنه. چخیلی که دیدین رزرختیل و روغن اصل انداختم. این خیلی یک جا میکنیم. بعد ارده میندازیم 200 گرم ارده کنه. یک باره ارده نمیندازیم. مثلا 100 گرم شه همین چرسی تا میگذرونیم خشرو یک جا میکنیم و بعد 100 گرم دیگه شه. هزار رحمتی کلان دخترها در ویدیوی پیشینه من گفته بودم که مثال همه خیلی طرز گپ زنی من همه خیلی بسیاری رو وای کردن که چه خیلی که محقولایتون گپ زنین. انشالله که حرکت میکنیم لحجه گپ زنی خودمانه بگیم ای دست نمیتیم. اینم خیلی دخترها نیمی ارده چرسی تا گذراندم. یک بار خشرو یک جای میکنیم با ماندگیشه با میندازیم. ماندگی اردم انداختم در 180 گرادوس میمونیم تا تیار شدنش میسته دخترها. بسکویت ما خیلی تیار شد. از جای ملایم آمدگی دیم باشه همه بسکویت تیار کردیم به حد تورتی ملایم خشرو میاد. دخترها یا بید آش بدای خیلی آش کردیم با گوشت مرغ. که ما آش میکردم یا کم گوشت سرخ میکردم بعد پیاز سرخ میکردم. ایده پیاز سرخ کردم گوشت رو انداختم و میخوام پیازم بس سرخ رسید. دخترها یک گام بار خیلی آش کردگی نبودم که اول پیاز سرخ کنم و با گوشت اندازم. اینه یکم باره که من خیلی آش کردم. اینه که پیازم سوخته نمیدونم چه خیلی آش میاد. آوی آش مانم مورد ایدوشتن آزی برنج ششته میندازم. اینه آشی سوختگی پختگی من تیار شد. دم پرتافته بدم شه. اینه پیازهای سوختگیش همش برآمده که پیازها رو من گرفتم نمیتونم. ایس پس دیگه چه خیلی که پیشینه آش میکردم هم خیلی میکنم. آشی سرخه بیفتم سوزاندم پزاندم. دوباره دیگه خیلی اوقات کنم ای خونه به در میکنم من. کمتر دیگه بیسته با میبردارم 5-10 مینوت بره. یه روز پیش که سالاد تیار کرده بودم. سالتی کپوستی و سبزیگی همه خیلی با مزه خشرو اومد. بعد اینای کپوست و بودرینگ هم میبینین یه بانکک شدم. بانکو پسله نیش بود. همه بانکوی تابستان تیار کردگیم همه خیلی با مزه خشرو شدگی. کپوستاش هم خیلی سویجی استادگی ایده. خیلی یک گونگر پچاله شدگی نیسته. بودرینگوش هم خیلی گفتم یکم باره خیلی بانکای با مزه خشرو کردم. بعد همین حرکت میکنم دخترها میگم که یک بار همین سلطای بزرگ میفرشن که هم خیلی تیار کنم نمیشن. مانند هوای آمده اینه که مزهش وای برینه. همین خیلی با مزه خشرو همین سلطا یکم بار کردن تونستم. هم وای باره میکنم مانند میشه و مزهش وای برینه. خیلی انشالله یاد میگیرم. نمیدونم وای سلطا رو به دست پاچهاشون سو میکنن که با مزه خشرو میشه. خیلی دختران خیلی آشی ما تیار شد. آشی سوختگی پختگی من یک پرشته سالاد گرفتم. خاله جانم از تاجیکستان آمدن. دیدیم شونه آزی بگیم که خانه شون نرفتیم دیدنی. هم خیلی آشی به مزه آمد دخترها. سوختگی های گفته نه که خیلی یک تا نیمته پیازاش مانده بود گرفتم. خیلی خاله جانم ساق سلامت پیش ایمی ناتینجی آمد و ایمی ناتینجی ها سر شد. این فطیر ما هم خشرو سرخ شد. قلم فطیر بازی میگیرم بالای آش را میمونم و خانه خاله جانم میبرم. همه کای
влоги чанд рӯза ҳай ҳатӣ гудако ферма омадем як бегаҳӣ буд биби Ҳанифаро пеши гово овардем ҳам хеле хурсандӣ дорад ки соли худаш бо говай хушрӯан ҳау ҳам хебарачаи хушрӯай пародашон намедонам чӣ хелияй беҳад хушрӯакан ҳам хелай одам мегрезам иҷада барачаи майда дора мегрезанам Чашма, дидиш? Сумка чихали. Чичан. Айсын сёмка кып. Айчын сёмка. О, чичан насиб. дӯстони азиз район омадем мошина моикадро вардем нака мошина шушта шидема насиб кардаги боша харид кунем медроем дӯстони азиз ая магазин харид карда шидем бо мерем магазини тоҷикои худмон гӯшт мегирем гӯшт нагирифтем баъд тамом дӯстони азиз берунам шом шид соат қариби 7 харидомона шидем ҳозир фикс прайс медроем кӯдакода ягон дафтари ришкашона мегирема баъд насиб кардаги боша гӯшт мегирем баъд хона неҷа магазини тоҷикои худмон инҷа медроем фикс прайс ба як ҳоли зор ай магазини фикс прайс биромадем дӯстони азиз рӯзи зодрӯзи кӯдакон рӯзи 18 буд оташона буд баъд хай рӯзи вихадноӣ буд гуфтак кати кӯдако вай мекунем район мерем ба хай дар картаи ма шод гузарондагӣ буд дига магазин дуромадиян хай кӯдак мано чӣ хелай иша мегиру меган мегӯм ки хай нагирен иш дар кор нест лизун гирифтесен мороженики на хеле чизо да ҳам ягон чи хурдани ба фоидаи худшон боша ма мегӯм ҳамиша бигирен ҳамиша бихӯрен
راستی لیزون میگیرن مروژنگ میگیرن خیلی یک چیزی نودرکاری میگم خیلی نگیرن میگم بگهیش ده بدکده شاوش نیسته بود بره نگیرن میگم کو گودگو قهر میکنن ده تمام ما میریم ای مگزین تو بسمجد ما گمشیم نمی رایان کفته میگردی میگن خیلی جنگ میکنی چشمکی میکنی خیلی نشو بگید خیلی با آدم کمی بد بود گودگ منو را ما جنگ نکنی نمیشه ده خیلی و امی بچم بهت گنده ایده میگم خیلی چی نودرکاری نخریشم میگه اوتم اجازه داد ما همه چی میخریم قهر کردن خیلی گودکای شما هم خیلی در کامنتاری نویسین یک چیه که نگیشون میگی قهر میکنن یا یک گونچیه که میخواد در کار نیسته همون چیزا میگیرن بعد یه رایون اومدن ما یه لیزون گرفته بودن یه بانکچه لباسایی بگیم که دخترم می بریژه مکتب پوشش بود غوسک پولنی لیزون چسبونده وای بچه هم همین خیلی پولنی یک بریژه شن خیلی پری لیزون کرده یعنی خیلی باید چی میگیره فایده خچون میگی کودک منو پیسه نمیکنه به حد می خیلی جزیر شیرکده و چی میمیدگیم همین لیزونه خیلی دخترها این خریدای یه هفتینه پیشینه های حاضی چقدر که شما میدونین همه چی قیمتی شیرگی های خریدم نرفتم اون نکی خیلی شنیدیم که یک کیلو کارتوشکا 80 روبل همه جو بردک برای دکتره خریدنش دوست میدارم و جو با جو کردنش نه خیلی اوزی همه را با پریدکا کردن در کار هرچی که بی حنیفه خورف اوزی من باشه یک خفایی پریدکا کنی نمی دیگشتا بیرون اوزی در اینجا باشه کم ترک اوقاد انداختم سوس بری میخوای کارتوشکا و پیاز سبزی گوشت بعد کپوست میخوای کم ترک تف دادم از یه بانکه لیچو میکشایم لیچوی که تو بسیار تیار کردگیم همه چی داره درونشته غیر کپوست همه چی داره به حد به مزه خشر اومدگی اکسوسش هم کم بده برای امی وزی یا اوقات قریب تیار شد از امی بانکچه را چپه میکنم نمیشه خیلی به مزه خشروه چیسنوک سبزی پیاز باوگتی پامیدور همه چی داره کپوست خورسته از امی کم ترکش میندازم بعد کم ترک او میندازم شم این هم خیلی انداختم بازی باشه کم ترک او میندازم شه بعد دم میپرتم کریشکش میپشونم دیگچه را بوغ میپرتم خیلی تیار میشوه از رحمتی کلان دخترای عزیز برای تماشاتان تا ویدیوی همه در کانال علای مردم باشه.